سلام بچه ها، علیرضا هستم و خیلی خوش آمدید یه ویدیوی خفن و جذاب دیگه. بچه ها امروز قراره که بریم با بچه های گیلد مستر آنیسر یا همون بچه های مستر علیرضا رفیق. خب میخوایم بریم پله بریم. تا الان فقط اینجا آقای حسین رو داریم، بقیه اجزای گیلد مثل مای علیرضا و مثل علیرضای دومی هنوز یه هم بقول خودمون، یعنی هنوز نیومدنه داخل بازی. 5 ساعت بوده، علیرضا هم سیدی بوده، عجیب بوده کجا رفته و هنوز نیومده بازی کنه. خب این هم از اجزای گیلدمون هستن. خب ما دیگه کانم ویدیو رو با یه دنس قلب زیبا شروع میکنیم و بریم برای پلی دادن. Let's go. بچه ها من دیگه از این بعد دیگه وقتی موقعی که دارم بازی میکنم صحبت نمیکنم که شما بیشتر بتونید بازی رو درست تماشا بکنید، فقط در موقع حساس صحبت میکنم. بچه ها دیگه من صحبت نمیکنم، شما خودتون ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. بوزا خوبه. بچه های گیلده حسین رو بخواه بذارم جلیل، حسین رو بخواه بذارم جلیل حسین رو باید بذاریم جلیل. حسین نگاه کن، مپا شماره 9 گیلد مستر علیرضا رفیق، همون بچه های گیلد مستر آرمینیم. امروزم یه ویدیوی قشنگ براتون گذاشتم. بچه ها حتما تعداد لایک ها و ساب های این ویدیو رو زیاد کنیم. ویدیو قبلیمون بهترین ویدیو بود و الان تعدادمون رو زیاد بکنید. من ویدیو پخش زنده میذارم و به کسای کاستوم میذارم داخل پخش لایو استورم و برای اونایی که برنده میشن جه میزنم. خب بچه ها دیگه نریم داخل این موقع دیگه. چیزی که خب هی جلی زاده فرا یه توفنگ. بچه ها سب کنید، برو جلیل میخوای منو بزنی؟ بیا برو ببین، حدش کردم نبود مرد. بچه ها مرد این آقای جلیل زاده مرد. بچه ها چقدر فشاری تو، چقدر فشاری آقای حسین. برو انمیمون کن. آره آقای حسین داره میره. بچه من فیلمو کوتاه کردم که حجم فیلم زیاد نشه. الان دیگه آقای حسین رفت برای انمی کردن. خب بریم فاکتوری ببینیم چی میشه. آقای حسین بیا دنبالم بهتره. خیلی لگ میخوره بازی، خیلی لگ میخوره واقعا، نمیشه با این لگا بازی کرد. این پیچل خوشگل، آژغال تفنگش عالیه، همه باش گیل دادم. بچه ها این لیش هست و نمیدونم خیلی کم تیر میکنه از راه دور. فکر کنم وقت خطی بشه فکر کنم 22 تا بزنه. درسته؟ تو کامنت ها بگین که تفنگه چند تا تیر برای شما میزنه. برای من 9 تا تیر میزنه. یکم کمک کنید. خب اینم پول برای حسین جلیلزاده 600,000 تومن. حسین عزیز بیا بریم سوار ماشین بشیم، بریم با هم سوار مپ. حسین جلیلزاده آدم پیشته. حسین جلیلزاده بچه ها من گفتم صحبت کنم ولی داره همش صحبت کنم. بچه ها اصلا نمیشه
نمیدونم. حسین جلیلی زاده میخوای بری دوستتو انمی کنی؟ میخوای بری دوستتو انمی کنی؟ حسین جلیلی زاده رو ببین. This is my enemy. یه فینیشر شمشیری. بچه ها اشتباه کردم، من اینو موقع فینیشر بکردم که فردا که میخواد جمع بنفش بیاد. حسین جلیلی زاده، بابا حسین جلیلی زاده جا وایسا جونتو پر کنم. بابا تو چه حسین جلیلی زاده، حسین جلیلی زاده نمیگیره. تیراژ هنوز خالیم. دیگه پر شد دیگه. من کارنو در بیا از ماشین، من سوار میشم. در بیا. خب باشه اصلا خودت سوار بشو. حسین برو پیشون. امیدوارم که مثل خودمون دوتا باشن بریم توی جنگ جهانی دوم. حسین جلیلی زاده کجا آوردیمون؟ جون نداشتم. چند نفر تو ساختمون کمپری میکنن، بعدش میخوان که ما از اینجا بزنیم. حسین جلیلی زاده فرار کن بابا. حسین جلیلی زاده تو میخوای 3 نفر رو بزن، من به کجا؟ کسی از زیر نمیاد بچه ها. من فکر کنم کسی بیاد، ولی کالکتر ما بچه ها اگه برفتم پایین بدبخت میشدم. کالکتر نگاه کن چه کالکتری داشت. کالکتر این از کجا مناطیک؟ این کی اومد بالا که من ندیدم؟ یکیش اومد با بچه ها اصلا از راه پشت چقدر فشارن. نگاه کن میخواد منو بزن. چقدر فشارین. تموم شد بازی. آقای حسین چه کار کردی؟ بچه های دیگه نامردی بود، ما 2 نفر بودیم اونا 4 نفر. خوبه گیلدمون شد 47 و تپ 99%. من 11 تا و آقا حسین 3 تا. آقا حسین بعد کیل بزد، حالا نمیدونم چرا نداد و کیلشو بکشت آقا حسین. من 91 روی گیلد آوردم. خب حسین بریم برای بازی دوم. ویدیو رو زیاد این نکنین، طولانی نکنین. چه باید گفتم جلیلی زاده یه کارو کن نکردی که. آقای جلیل به گیلد آخر افتادیم. گیلد بچه های آنیسر 47. گیلد بچه های آنیسر 47. بچه ها کالکترم میدونیم بچه ها با کالکترم چیکار کنم؟ باید این که برم بالای خونه ها کمپری. ولی بچه ها کمپری زیاد با آدم های یوتیوبری زیاد نمیخوره. درسته؟ اگه درسته تو کامنت ها بگین. حالا من هرچی میگم تو کامنت ها بگین. دوستان عزیز نمی‌نویسن تو کامنت ها، فقط من ویدیو رو تماشا میکنن. اصل ویدیو اینه که ویدیو رو تا آخر ببینن و به نظر چیزایی که فرد مقابل میگه باید توجه داشته باشی. خب بریم بیماساکی. حسین بیماساکی نمیدونم، شاید تو یه چیز بوده، شاید من نمیدونم. بچه ها بریم بیماساکی میگه. خب این حسین 200 تومن، تو همونجا 400,000 تومن بگیر. بچه ها ببین بچه ها این نگاه کن بچه ها. من الانم دوباره دارم این باگ بهم میخوره. 70. ببین بچه ها دوباره این چی هستن؟ تفنگ. نگاه کن میخوام فقط بهم بگین که تفنگای شما هم 4 تا 8 تا میزنه از راه دور. این تفنگه فکر کنم نزدیک زن باشه، ما الکی میگیم برای خودمون.
با خدا این اصلا دیمیش نمیدونه از راه دور. بعد یه بار نزدیک زن یه بار استفاده کردم بچه ها. نزدیک زن 24 تایی 30 تایی میخورد. اگه درسته تو کامنت ها بگیم بچه ها. یکی بالا میره کمپر آقای حسین بابا آقای حسین بابا یه دیوار نمیتونی بیار بزنی، همش فقط میخواد داخل درگیر انمی باشی. آقا حسین زود انمی میکن، میخوام برم بالای سرش، یعنی بالای سرش. تو من نمیزنی؟ تا علیرضا میزنی؟ تو اصلا میدونی علیرضا کیه؟ دقیقا میخوام برم. حسین یکم حواسشو پرت کن. حسین میگه کجا؟ بابا برود علامت زدم نگاه کن میره کجا نگاه میکن. میخواد باید اصلا نمیدونیم. ای بچه اون خودش من بهش میگم اون خودش بچه ها اون خودش. بچه ها ببخشید یکم آگهی میاد بالای صفحه، نمیدونم لگ میخوره گوشیم، نمیدونم حالا چی. شما نظر حسین ببین اینجاست. بیا یکم بیا نبینه من فشار بخور من فشار میکنی. آها فریشر خود نگاه کن چه تفنگای داشت. یعنی بچه ها ببینید دیگه هیچ ازش نوایساد، هیچ همه تیراشو همه چیزاشو از پیشش بردم، همه چیزاشو. بچه ها بریم برای باز کردن دراپین یا همون نه آرسنال. بچه ها اشتباه گفتم بچه ها، فکرم حسین میگه بریم آرسنال، گفتم فکرم حسین گفت درا ولی آرسنال بود. خب بچه ها در آرسنال رو باز کردیم. بودو حسین برای چیزا قولپکر مال من، قولپکر تو میخوای با قولپکر بزنی؟ قولپکر آقای حسین مال من حسین. خب بریم آقای حسین داره چیکار میکنی دیگه؟ بیا دیگه. آدم آقای حسین 95 کشتمش. بچه من نمیدونم کسی که میکشم به جایی که اون دیگه میره فرد مقابل که دوستش باشه دیوار بذار تا این کالکترت بره. کالکتر دیمیتری بعد بذاشتیم و سونیا فشار، ولی من سونیا رو گذاشتم ولی حسین دیمیتری رو رفت ترک کرد، نمیدونم برای چی. آقا حسین یکم چرخش داشته باشه. آقا حسین یکم جلیل زاده، به قول خودمون جلیل زاده، یکم حجامجوی داشته باش. هی داره من میبینم حسین داره میبینی جلیل زاده. فشار بخور بچه. اسنایپر نه با اسنایپ نزد، نمیدونم 100 و چند تا با اسنایپ خوردم. آقای جلیل زاده چرا زدی؟ خب بچه اشکالی نداره دیگه. بچه حتما این ویدیو رو لایک کنید و ساب کنید. پیغام خداحافظ.